سخت میشه قبول کرد که توی راه قرار کلی شکست بخوری. سخت اگه بخوای فکر کن این مسیر بدون افتادن قرار طی بشه. میدونی چیه؟ گاهی وقتا هم میشه که خسته میشی از تمام آوارها و مشکلاتی که سمت اون میاد و تو یه نفر جلوش ایستادی. بیا کمی امروز خسته شیم. من رضا رحمانی و شما به یه ویدیوی تلنگری خوش اومدید. من خسته شدم از اینکه وقتی رویاهامو برای دیگران تعریف میکنم بهم لبخند تحویل میدن. من خسته شدم از اینکه هر جای هر کسی منو میبینه میگه نه این روش جواب نمیده. از اینکه اینقدر نشنیدم خسته شدم. خیلی روزا بوده که شرایطم اونجوری که میخواستم نبوده و یه قرون پول تو جیبم نبوده، نمیتونستم کاری انجام بدم. خیلی روزا بود که خودم حتی به خودم نمیگفتم. خیلی روزا بود که انگیزه زندگیم نداشتم. مطمئنم برای همون اینجوری بوده. مطمئنم روزی تو زندگیت هست که از همه چی خسته شده باشی. روزایی بوده که حتی حوصله خودت هم نداشتی. اینکه همیشه شاد و خوب باشی رو همه بلدن. برنده اونی که از این حالت در بیاد. برنده اونایین که از این حالت خودشون رو میکشن کنار. اگه شرایط خوبه تلاش کردی ناامید نباش رفیق. تو داری کار درست انجام میدی. فقط باید ادامه بدی و جا نزنی. یخ منفی 20 درجه رو بهش حرارت بدی میشه منفی 10 درجه، ولی بازم یخه، ولی تو 10 درجه کمش کردی. پس ادامه بده. بذار یخ افکارت، یخ تنبلیات، یخ ناامیدیات آب بشه. لعنتی ادامه بده. خسته شدن همه بلدن، اور زدن همه بلدن، دیدن نیمه خالی لیوان و حتی اگه اون لیوان 99 درصدش آب باشه رو همه بلدن. همه بلدن شرایطشون ناامید بشن. همه بلدن و میتونن تقصیرها رو بندازن سر شرایط زندگی. اینکه پول نداشتم، حامی نداشتم، نداشتن ادامه بدم، ترسیدم، خسته شدم، دیگه اون کار پر شده و اشباع شده و از این چیزها و بهونه‌ها. اینا رو همه بلدن، ولی اونی که میخواد توی تاریکی ترین و ناامیدترین لحظه زندگیش هم نوری پیدا میکنه. اگه نوری نباشه نوری میسازه و این مهم نیست شرایط چیه، مهم اینه که تو یعنی خودت اون شرایط چجوری میبینی. اگه فکر میکنی نمیشه، درسته، حق با توه. اگه فکر میکنی میشه، بازم درسته، حق با توه. این دنیا، این خدا نگفتن بلد نیست. هر سال ازش بپرسی جوابش یک کلمه است: بله. اگه بخوای میتونی، اگه نخوایم میتونی. همه چی بستگی به خودت داره. جای دیگه دنبال خودت نگرد. تو خودتی، دقیقاً خودت که تو آینه نمیتونی به خودت رو بگی. پس اگه حس میکنی شکست خوردی و خسته شدی، اول قبولش کن و بعدش دوباره پاشو. معجزه که شک نکن عمل میکنه، فقط باید قبولش کنی. گفت آسان گیر بر خود کارها، از روی تب سخت میگرد جهان بر مردمان سختیش.